جلسه هماهنگی میان خبرنگاران و مسئولین مطبوعاتی ادارات دولتی ولایت غزنی دایر شد که در آن درباره چالش‌ها، مشکلات و حق دسترسی به اطلاعات بحث و تبادل نظر صورت گرفت. والی ولایت غزنی در مورد حل مشکلات خبرنگاران اطمینان داده بیان داشت امارت اسلامی با تمام توان حامی رسانه‌ها و خبرنگاران در این ولایت است. از همین رو شماری از خبرنگاران از دایر شدن چنین جلسات استقبال نموده میگویند برگزاری این گونه جلسات میتواند در رفع چالش‌ها و هماهنگی میان حکومت و خبرنگاران مفید واقع شود. دغه ډول ناستې ډېر مهمې او ډېر مفیدې دي. پخوا ستونزې زیاتې وې د اطلاعاتو په برخه کې، ولې تېر یو کال را په دې خوا دغه اطلاعاتو ته لاسرسی یو څه ښه سوی ده، خو لا هم ستونزې موجودې وي. په دې ناسته کې مسؤلینو وعده وکړه، ژمنه یې وکړه چې انشاءالله همدغو ستونزو ته به هم رسیدگی کیږي. چنین نشست‌ها میان مسئولین حکومت و خبرنگاران و مسئولین رسانه‌های محلی ولایت غزنی بهترین اقدام است در راستای کاهش و یا کم شدن فاصله‌ای که بین خبرنگاران و ادارات دولتی وجود دارد. میتونه تمام او چالش‌هایی که در رابطه با حق دسترسی به رسانه‌ها است اینا را کاهش بده و رسانه‌ها و خبرنگاران بتونن به راحتی موضوعات را که میخواین رویش کار بکنن با شریک کردن مشکلاتشان با مسئولین حکومت این مشکلات ها را برطرف بکنند. این در حالی است که ماهانه یک بار چنین جلسات به منظور حل مشکلات خبرنگاران از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت نیز دایر می‌گردد.